سودا از آخرت میگیره انشاءالله. دنیا مزرعه الاخرت، دنیا کشتزار آخرت است. زراعتگاه دنیا جای کشته، عبادت قیمت باقی بهشته. این نمازهایی که میخونه، این سجده های میکنه، قیمت انشاءالله خدا خود جنته. عطار میگد خب چشم بکشا، چشم تو صاحب نظر است، زندگی از پای تأمین جهان دیگر است. عطار رحمت الله میگه یک چشمات بکشا، میگه اگر تو چشم صاحب نظره، این زندگی برای چیه؟ تأمین جهان دیگر است. یعنی جوان آخرت برای آباد کردن، تأمین کردن، در جنت قصرها بنا کردن، جنتها قصرهای پادشاهنشین بنا کردن، تأمین کردنش خدای دنیا را آفرید. میگه این در این دنیا انشاءالله کار میکنی، محنت میکنی، به عوض این طاعت عبادت میکنی، الله سبحانه و تعالی در عوض این طاعت و عبادت پگه انشاءالله خدا خواهد مکافات نابلی جنت جاویدان انشاءالله خدا برای شما عطا میکند. این همون جهان تأمین کردنش نه خدا ما آفرید. خدا قرآن نمیگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی. ای لیعرفونی، میگد ما نآفریدیم انسان ها را جن ها را مگرم برای عبادت من و برای شناختن من. میگه من شما را در دنیا چکار کردم؟ بینات آوردم تو میگه در این دنیا. بینین برای همین انشاءالله البته طاعت کنی، عبادت کنی. این طاعت عبادت شما مکافات ها دارد. من خدا سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 110 چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیموا الصلاة و ایتاء الزکاة و ما تفعلوا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ، بر پا داره گفت شما نمازه و بیدیه گفتن زکاته و البته آن چیزایی که میکنیم برای نفسات خودتون تجدوه عند الله، البته نزد خدا مکافات میگیره. گفت الله سبحانه و تعالی. تو خیال نکن که این مکافات ها خدا خواهد بی اجر است. گفتیم مولای میگه زی مکافات عمل غافل مشو، گندم زی گندم روید و جو زی جو. چونین میگوید پیری معنوی، هر چی کاری همان بی دروی. عزیزی من چی کاری همانم میدروی خدا خواهد انشاءالله. کچکه کاری کچکه میگیری، جوری کاری جوری میگیری، شالی کاری شالی میگیری. انشاءالله خدا خواهد در همه دنیا اگر خوبی کاری خوبی میگیری انشاءالله خدا خواهد، اگر بعدی کاری بعدی میگیری دوزخ. خدا همه خیل خدا های میگه خداوند هر یک عملی کاری شما را میبیند. ان الله بما تعملون بصیر. خدا بیننده. خیال نکن که خدا نمیبیند. تو خیال میکنی خدا خواهد شهری روز میره نماز نمیخونی عبادت نمیکنی خدا نمیبیند؟ خانه خلوت میدره زنا میکنی نمیبیند؟ دزدی میکنی نمیبیند؟ قمار بازی میکنی نمیبیند؟ مخلوق نمیبیند، خالق میبیند. به یاد بیار سری گناه کشیش یک بار خالق به یادت بیار. گو که هیچ کس نمیبینم الله میبینم. گو انشاءالله گناه نمیکنی. از سری گناه خسته میروی. گر میگد هر کی میگه ترسنده بنده است او مبارک بنده است. میگه کسی که ای خدا میترسه میگه ای مبارک بنده ای. هیچ کس نه خلاف نمیگه، هیچ کس نه اختلاف نمیکنه، هیچ کس نه خدا خواهد انشاءالله جنایت نمیکنه. مبارک بنده ترسنده بنده است. امروز ترسای ما شما اکثرش دروغ است. میترسه میگد با گناه میکند، میترسه میگد به نماز است، میترسه میگد عرق میخورد. چه ترس است و چه ترسه که امروز سری گناه میکنی با میگوی من از خدا میترسم. این نه مسخره بازی است خلاص. این نه رنگ بازی است خلاص. این عزیزان من از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد.
خدا در دیگر جای قرآن میگه استعیذ بالله و اقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا. میگه برپا دارید نمازه. البته این نمازه میگه پر کنین، پر خوانین. باید که نماز با محبت باشد عزیزان من. پیغمبری بزرگوار سوال داد حضرت جبرئیل امین که مل احسان و یا رسول الله، گفتن ای محمد احسان چیست؟ پیغمبر که ان تعبد الله کانک تراه فان لکم تراه فانه یراک. گفتن چنان خدا را عبادت بکن که گویا خدا تو را میبیند. اگر خدا تو را نبیند انشاءالله، اگر تو خدا را نبینی خدا تو را دیده است. همچنان اعتقاد که میگه بالای جای نماز بنا. همین نماز میدانی چی است؟ المصلا معراج المؤمنی. جای نماز معراج مؤمن است. معراج پیغمبر اگر قاب قوسین شی داشت، معراج حضرت موسی کوه طور شی داشت، معراج حضرت یونس شکم ماهی شی داشت، معراج ما امتای محمدی صلی الله علیه و سلم همین بالای جای نماز است. همینجا که برمدی با خدا صورت میگیرد انشاءالله. خدا خواهد وقتی که ما شما تکبیر تحریم میگیم، من قدر برای طرز خواندن نماز میگم، بالای جای نماز که میستی راست، قیام فرض است عزیزان من، راست میستی و نیت میکنی انشاءالله. خدا خواهد نیت که تمام که کردی، ما شما الله اکبر چیکار میکنیم؟ دست میبندیم. تکبیر تحریم میگن اینا از کلمه حرام گرفته شده. وقتی که ما شما الله اکبر تا که به نماز میدرایم، تمام کاری دنیا برای شما حرام میشد عزیزانی من. تماشا کردن، بازی کردن، خوردن، آشامیدن، راه گشتن، گپ زدن، همش حرام میشد برای نماز خوان. در وقتی بستن تکبیر تحریم عزیز من، دستا را برابر گوش برداشتن سنت ای. سنت خانه بعض جوان ها بوده ما سنت میکنیم، تا نرمه گوشت آوردن سنت ای. چون نمیاریش زنه کاری میکنی. مذهب امام اعظم ده و ترفع المرأة حذاء منکبیها میگه زنها میبردارد دستاش برابر کتفش. مرها باید که نزد گوشت بیاریش، این سنت بنمجه میاریش. ولی بعض جوان ها برمدم نماز معبین اگر باید انت میکنه میپرته دروغه. رسوندنش مستحبه، مستحب میدونی ثوابه، دو ثواب میگیری. برداشتش برابر گوش. ما ستن شهمت اذنیه، امام اعظم میگه در حالت میساز کننده نرمی گوشش مستحبه. پیغمبر چه کرگی است، دو ثواب میگیری. نخواد دستت قاق شوه. یک جوان اگه میگه دستی من به جا نمیرسه، همون نیت خدا خود دست همجا قاق شدن میگیره. ولی نیرنگ کن نیرنگت میکنه خدا. پیامبر بزرگ یک جوان دیدم، گفتم بچم با دستی چپ افقات خود است. گفتم بچه دستی راست نمیخری بچم؟ گفتم دستی راست نمیشه. الهی نشه. گفت دستش قاق شد. حدیثه. تو خیال نکی که نیرنگ کنی نیرنگت میکنه خدا. بیارش برای چه برای هم نمیاریش؟ برای همین آوردن سنت بیارن اینجا. رسوندنش مستحب. رسونش الله اکبر. وقتی که ما شما میرسونیم دستامون خدا خد با من نرمه گوش و چیکار میکنیم؟ میبندیم دستامون. دستا بستنش در مذهب ما شما فی تحت صورتی میگه زیر ناف سنته. زیر ناف، بالای ناف نه. زیر ناف باید که دست ما شما بستد. وقتی که میبندیم زیر ناف کمتر قامتت خم شود، تو کروتای نبی نمازنده. صلات مسعودین ابن مسعود گفتن که باید که انسان در پیش آفریدگار میستد یک مقدار صدقت خم شود. تو پیش کین ایستادن تا که تو پیش کین ایستاده تا خطا سواlte تو پیش الله ایستاده. پیش مخلوق نمیترسی کو همه وین این خدمت کردگی راونه سمیر نگو خدا قادر انشاءالله پشک ازت نمیجندی دیگه پیش الله نه چی مصیبت.
بی‌پروا. عموما انشاءالله خدا خود در اعتقاد نیست. همچنان بیکی لرز، صحابه می لرزیدن در نماز میستادن. ای چی؟ ایو بولانگی، ای من اتنی. چنان میگه ای محبت بیست. بعدی که استادی انشاءالله خدا خود سبحانک اللهم میخونی، بعدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد میخونی. با محبت بخون الحمد. الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین. این نماز نیست. ولی بودن که سکوت نماز میخونن یا نمی. پیامبر بزرگ در مسجد شتیبدن یک جوان اومد شب خون السلام علیکم یا گفت علیکم السلام ارجی ولم تصلی. گرد گفت نماز تا نخوندی. 3 بار گردوندش. گفت یا پیغمبر من همه کم میدونم این نماز منافقه. گفتن منافقان نماز میگه مثل مرغ دانچی نه تپ میکنه. فوتبال موند، کراته موند، شینک موند، بازم موند. و این نماز نیست. خوشت اگر در خدا خواهد انشاءالله چیز باشد من در نمازی عید رمضان بین تعجیل کردن افطار برای چی سنت کردن. پیش از 5-10 دقیقه نماز سر کردن یک بار میگه شکم تا چله سیر که باید بال، چون که شکم گشنه نماز درست نیست. خوش در اوقات 3 و در نون و نماز بشوه. طهارت تنگ باشه نماز تا خدا قبول نمیکنه. طهارت تنگ باشه چه زهر تنگ داره تپ بخونم هرچی. و چقدر نمازه و چقدر محبته و پیش جورات میشینی 2 ساعت 3 ساعت پرواز نمی آید. بالای جای نماز ایستادی همه چیز خدا خود اتوماتیکی میشه بعد را به تپ نه. این نماز نیست. باید که سوره فاتحه به کل خدا خود با تجوید با قرائت خوب بخون. عزیزی من انشاءالله خدا خود هر یک تلفظش برای جاش. الحمد هیکلون داره. لله گو ربی الرامشت عالمین الرحمن الرحیم. هی برای که خدا خود تلفظش خوب شود نمازت قبول شود. به تجوید نمازت قبول نمیشه عزیزی من. تجوید بخون. به تجوید کسی که قرآن میخونی گناهگار هستی. کاری آن باشد که بریا خواند از روی فرموده خدا خواند. کاری آن که اون لحقان است خواندن او آفت جان است. کدام کاری که به تجوید نخونی وای راحت جون نیست وای بلای جونه نه. بینین شما باید که انشاءالله قرائت خوب کنین. زمین سوره خوش رو کن و رکوع خوش رو کن. ولا ظالین آمین شد بخلا یک سوره که خوش رو زم که خدا خد به سلام جون نشو و الله اکبر تو خد رکوع کن. رکوع میدانین فرضش در کجا است. رکوع فرض است. خم شدنش فقط خم شده سرو پیشتی ما و شما تکس شدنش انامین فرضه. اگر تکس نشد فرض بجا نمیاد نماز قبول نمیشود. حتی اینکه خدا خواهد شاری ها گفتن که یک کاسه آب در پیشت مونن نریزه. همین فرضه. بعد زانه قبیدن سنته. دستاک شایده داشتن سنته. 3 بار سبحان ربی العظیم گفتن سنته. مقدار یک سبحان الله استادن واجبه. گجانده فرضش بده. بعد انمی برابر شدنش فرضه. ولی بعضی رکوع هم تا میره نمیدونم سبحان میگه سمی الله حال قدش رو نده گفت پس که با میره. همین سمی الله لمن حمیده ربنا لک 1 مینوت وقت میره. ولی بعضی هم میکنه میپرته منافقی نه که خیلی نماز. باید که سمی الله لمن حمیده میگوی راست ایستاده بعد ربنا لک الحمد شود. چند که وقت رفته سوده عادی گویش اگر ماش با تجوید نگوش با قاعده نگفتن همین خیلی هم میده سمی الله لمن حمیده ربنا لک الحمد. چند که 1 مینوت وقت میره همین هم نمیکنیم خدا خواهد. سجده که میریم الله اکبر سر در زمین که میمونی عزیزی من خدا خواهد انشاءالله پاچیک یادم برمده. پاچیک 4 تا مذهب بندم.
شیخ خداخواد محمد صادق محمد یوسف کتابش مطالعه کردم، اختلافات گفته کتاب دارد. کتابش نگفتن که در 4 تا مذهبم اگر تو 4 تا مذهب باشی بری نهیم باشی تو خداخواد راه گم زده هستی. 4 تا مذهب، امام اعظم رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالکی رحمت الله علیه، امام حنبلی رحمت الله علیه که اینا اهل سنت و جماعت هستند. هر 4 مذهب بغیر شافعی رحمت الله علیه، شافعی مذهب که یک وجه ما بینی پا مستی در قیام. هر 3 مذهب 4 لیکه از کجا یافتی؟ و حدیث ما هم خوندگیم. حتی با شارعه همه حدیث گفتیم که مبادا اگر آدمی کسل باشد، آدمی که وزنش وزنین باشد، وقتی مقدار شاد کند مالش میخواد برای داشتن حمایه کردنش. لیکن اصل ریشه خداخواد مذهب امام اعظم 4 لیکه، 4 لیک بیست. ما در اسلام کرگی کاریم، همون حدیثی که خواندیم ما هم خواندیم همون حدیث ها را. شما خیال میکنید که مذهب ها شما ای کوچه یافته کردنش. امام اعظم من میگم کنی تو ای خدا نمیترسی. امام اعظم در طهارت خلال کردن پنجه ها مستحبه. نم پاچی میشیم کو در نی پنجه ها چکا میکنیم خلال میکنیم طوری می همین خلال کردن کاری ثوابه، نکنیش هم گناه نیست، لیکن مستحب بودن بعد امری شرعی و ما اجرا میکنیم. امام اعظم همین آیات برآوردگیشون 40 ساله ما نمازشون قضا گشته خونده دیدن. تو از فرقتر داری نمیخونی، کلونگری میکنی، سنت امروز تک داری خدا خود نمیکنیش. من امام اعظم من خیلی انسانی خدا ترس بدن 40 ساله نماز گشته خوند. ای کی ترسید؟ من شما ترسید؟ از الله ترسید، از الله ترسید. چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد انشاءالله نماز گشته خوند. ما شما فرض امروز تکداری نمیخونی، واجب تکداری نمیخونی. ای رکوع گشتن یگان دست برداری نیست. مذهب امام اعظم ده فقط دست برداشتن تکبیر یعنی نماز عید نه. نماز عیدان چیکار میکنیم؟ انشاءالله خدا خواهد دست با گوش میرسونیم. الله اکبر طوری می پیش خدا خواهد یکم رکعت اقتدا کردیم نماز عیدان ده در دستا پافته گوش نرسونده 3 بار تکبیر میگیم. طوری می همین سنت ہے. نماز ویتری واجب نه بس سنت ہے. دست برداشته با گوش رسونده چیکار کردن؟ دعای قنوت کنن. در دیگر یگان جا مشروع نیست دست برداشتن. نه در رکوع با گشت دست میبرداری، نه بغیر از تکبیر تحریم دست برداشتن نه. وقتی که سجده میکنی الله اکبر، سجده میانی 2 سنت سجده کردن سنت. امروز 80% تمام جوان میبینم همه سنتاش نمیخیله، یعنی دستاش ما بین 2 سنت سجده کردن سنته. میگد ببینی نزدیک میکنی گوشات بالا همی دست نتوری میآید. مباد اگان نجاست ریزه بالا هم دست نمیریزه. مباد ای گوشات برای ای بینید میداریش مباد خون بیاید. همین خیلی نزدیک خدا خواهد ما بین همین چلیکات همش در حالت زمن اصابی یدی. میگه دستاش در حالت زم کردگی جوز چکا کرد نکا سجده کرد نکنیم. اون سجده ما چکا کستیم خدا خواهد کی چی خواهد خیلی کالش بومده برفته گیه آنم تو میکنه با یا نمی خوشتو بیندم گگیتا یا خیلی هم خیلی بکسیاره بای نماز از خدا خواهد باید اگه سپورت ده بکسیارا خودی کروتای خواهی تکره مثل بوزه نماز. نمازت خشوع نداشته خضوع نداشته نماز خدا قبول نمیکنه. خشوع آرامی دل، خضوع خشوع حضور دل سرخمی پیش الله های. ای تاسی من نماز خونی و نماز نماز بچه های بسیار هم خیلی شب خونه داملا نبینه بگریزه و منافقی ته. پیامبر صلی الله علیه و سلم ثعلبه گفته که صحابه دائما این نماز پیش تیز میبولند. گفت یک ثعلبه گفت کجا میری؟ این علامتی منافق است. منافق در این مسجد دور بند طاقت کرده نمیتونه. گفت میبخشید رسول الله. گفت من یک کرته دارم خونم در زنم دید شک استاده برای هوای تیز میبرم میبرمش. تو امروز کجا میری؟ تو نه چی حضور که امروز که خدا خواهد دیره برمده میرم
گفت رسول الله، گفت من یک کرته دارم. زنم لبلی شیشته چی و صحابه چی نداشتن بچه یک تا کرته تا زور کتی زندگیشو گذشت برفت. امروز تو همه چیز داری، تو چی نکه بسند میشه خونه خدا تا. المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص میگه پیغمبری بزرگوار. اگر منافق مسجد رو میگه مثل یک پرنده در قفس میگیریم، همچنان به سلام جلوی همچنان به سلام جلوی میگه حرکت میکنه. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مؤمن میگه در مسجد مثل یک ماهی در چی؟ بحر شناکت راحت که در اینجا با حضور دل خوان، با یک محبت، با یک عشق خوان که خودت باوری شو که نمازت قبول شید. اگر نمازت همو باورت نباشد نماز نیست. خودت ندونم چی خوندم گفتش ولی نماز نیست. ولی امام اعظم مادر شو یک سبد نونشو داده بچم همین نمازی پیشینه بره همه آدمایی که اومده داشتن می یک ته نان بتشو. بعد هم بولمر افسیس نمیپرسیدن خب هم چهار کس سندی پیشینه چی خوندی؟ بچم ندونم بس سبد گرنده برده دیم. مادر که بچه جان هیچ کس ناومده مسجد. نخواد در یک نمازی پیشین یگان کس ناومده چوه نمیتونه چی خوندگی شه چی نماز افته. بین باید که شما نماز خوندگی تو اخلاقات، باید که انشاءالله نماز قرائتی کردگی تا کدام سوره خوندگی در یادت باشه. چون با عشق باشه، محبت باشه، او چیز در یادت میسته. عشق و محبت نبودن باید او چیز در یادت نمیسته. عزیزی من چنان انشاءالله خداخواد نماز و عبادت کنی، چنان نماز را خداخواد با تحت دل خونه. نماز نجاتش از انشاءالله خداخواد، یعنی پگه خداخواد انشاءالله جنت است. هر نمازی که میخونی مکافات دارد عزیزی من. هر نمازی که میخونی تو خیال نکنی که به مکافات است. شاعر میگه بود گر تو نمازی بامدادان که تا آسان گردد کندنی جان. اگر نمازی بامداد خونی قبول شود جان دادنت آسان میشود. جان تا خدا با آسانی میگیره با خوبی خلاقت. مثل جان انبیا، مثل محمد صلی الله علیه وسلم جانش جبرائیل امین با یک عشق و محبت گرفت. خواهی که جانت انشاءالله با عشق و محبت نزد الله پرواز کنه، نمازی بامداد خشت کن، نمازی بامداد انشاءالله ترک نکن. قبول افتاد تو را جمله عبادت، نماز ظهری تو با سعادت. اگر خواهی که میگه تمام عملات دیگه قبول شود، نمازی پیشین نخون. نماز پیشین برای قبول کردن تمام طاعات است. الحمدلله بین هر یک نماز فضیلت دارد، خیال نکن. خب زی بحر پاک گشتن از گناهان، نماز عصر باشد ای مسلمان. خواهی که تمام گناهات انشاءالله الله گذره، نماز عصر خون. نماز عصر خداخواد معو کننده تمام گناهات است. پاک میشه، فرشته میشه. یک آدم مسجد بیاید، اگر الله سبحانه و تعالی امر میکنه فرشته را ای فرشته ها این بندم ظاهرش تازه کرده اومد، طهارت کرد، عبادت کرد، شروع با یک محبت اومد، می ظاهرش تازه می باطنش هم تازه کنه، گناهاش گیری. وقتی گناه ما شما نمیگرفتین ای مسجد که میبرمدیم فرشته ها میگفتن که پروردگارا این بندت امری خطه بجا آورد، فرمانی خطه کرد، چیکار کنیم؟ با همه گناهاش در کلش مونیم. خدا میگفت نه لایق نمیبینم من که بندم یعنی امری من کنه و با گناهاش در کلش من مغفرتش کردم. بین نماز عصر فرشته ها خدا خواهد اومده ملاقات میکنن، پیش الله میران، روزکیاش بیگنگی مگیاش برمده رفته. خدا میپرسد که بنده هم در چی بود؟ در عبادت بود. ببینین ما باید که انشاءالله نماز از دست ندیم. خدا خواهد گذشتن از پل صراط بر تو آسان، نماز شام را زی بحر آن دان. پگه پل صراط ای خدا خواهد در بالای جهنم کشیدگی، خواهی که میگه گذشتن آسان شود، نماز شام بخوان. ببینین که از تاریکی گورت امان است، نمازی خفتن از بحر آن است. خواهی که خدا گورت میگه روشن کند، گورت فراخ کند، گورت باغهای جنت کنه، میگه نمازی خفتن نخون. نخونی الا برعکس همین میشه همش. ببینین خیال نکنید که شما این عبادت های شما اجر ندارد، همش الحمدلله مکافات دارد و دارد.